متر خیلی رازهای پیچیده‌ای داره، اما چیزی که پیچیده ترش میکنه راز نیکولا تسلاست که تئوری‌های خیلی زیادی راجبش هست. امروز اومدیم که راجب این تئوری‌ها صحبت کنیم. آخرین اختراعش میتونست تحول بزرگی رو ایجاد کنه که هیچ موقع تکمیل نشد. اهرام‌های مصر یکی از عجایب بزرگ تاریخ و یکی از نمادهای برجسته فرهنگ مصر باستان هستند. اهرام‌ها در نزدیکی قاهره پایتخت مصر واقع شدند. اونها در دوران باستان ساخته شدند و به عنوان مقبره‌هایی برای پادشاهان و سیاسیون برجسته مصر باستان استفاده می‌شده. اهرام‌های مصر شامل 3 پیرامون بزرگ هستند: اهرام خفرع، اهرام خفرن و اهرام میخرینیوس. اهرام خفرع که معروفترین و بزرگترین اوناست به عنوان مقبره فرعون خفرع ساخته شده. این اهرام به ارتفاع تقریبی 137 متر برابر با 450 فوت از بزرگترین سازه‌های سنگی مصر باستان و یکی از عجایب جهان قدیم محسوب میشه. در مورد ارتباط نیکولا تسلا با اهرام‌های مصر باید بگیم که وجود هر گونه ارتباط مستقیم بین نیکولا تسلا و اهرام‌های مصر تاریخچه یا اطلاعات تاریخی رسمی نداره. نیکولا تسلا مخترع و مهندس برجسته سرب آمریکایی در زمینه فیزیک و الکترونیک پیشرفت‌های مهمی داشت و برای اختراعات خودش شهرت داشت. اون به عنوان یکی از پیشگامان در زمینه توسعه سیستم‌های برقی و الکترونیکی به شمار میره. بعضی از نظریه پردازان و طرفداران تئوری‌های توطئه ادعا کردند که نیکولا تسلا ارتباطی با اهرام‌های مصر داشته و از تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای که توسط اهرام‌ها به اوج رسیده بود استفاده کرده. اگه تا اینجای کار از ویدیو خوشت اومد لطفاً ویدیو رو لایک کن. اهرام‌های مصر به عنوان منابع انرژی. برخی از تئوری‌ها ادعا می‌کنند که اهرام‌های مصر در واقع به عنوان یک نوع آنتن یا سیستم انرژی مورد استفاده قرار می‌گرفته و تسلا از این سیستم‌ها برای انتقال بیسیم انرژی بهره برده. تکنولوژی بیسیم نیکولا تسلا و اهرام‌های مصر. برخی از این تئوری‌ها ادعا می‌کنند که نیکولا تسلا تکنولوژی بیسیم رو از اهرام‌های مصر دریافت کرده. اونها معتقدند که تسلا از این تکنولوژی برای انتقال بیسیم انرژی استفاده کرده و در تحقیقات خودش از الگوبرداری از ساختار و طرح اهرام‌ها بهره برده. اهرام‌ها به عنوان منابع اطلاعات فضایی. برخی از این تئوری‌ها ادعا می‌کنند که اهرام‌های مصر به عنوان یک نوع دستگاه ذخیره‌سازی اطلاعات فضایی استفاده می‌شده و نیکولا تسلا از این اطلاعات برای تحقیقات خودش استفاده کرده. نیکولا تسلا در زمان خودش اختراعات زیادی داشت که به شهرت اون در زمینه فیزیک و الکترونیک کمک کرد. اون بسیاری از اختراعات و نوآوری‌های مهم رو در زمینه سیستم‌های برقی و الکترونیکی انجام داده. برخی از اختراعات نیکولا تسلا رو میخوام براتون بگم. سیستم جریان متناوب. تسلا سیستم جریان متناوب رو توسعه داد که امروزه در سیستم‌های برقی استفاده میشه. این فناوری انتقال برق رو برای فاصله‌های بزرگ رو آسان‌تر کرده و استفاده از ترانسفورماتورها رو ممکن ساخت. اگه میخوای اطلاعاتت بره بالا کانال منو سابسکرایب کن. توربین تسلا. تسلا
توربین بخاری رو بهبود بخشید و توربین تسلا رو اختراع کرد. این توربین کارایی بالا و عملکرد بهتری نسبت به توربین‌های قدیمی رو داشت. تصویربرداری رادیولوژی. تسلا در زمینه تکنولوژی تصویربرداری رادیولوژی پیشرفت‌هایی داشت. اون تکنیک‌های پیشرفته‌ای رو برای تولید تصاویر رادیولوژیک و تصویربرداری پزشکی ارائه کرد. سیستم توزیع برق بیسیم. تسلا روی ارتباطات بیسیم و انتقال بیسیم برق کار کرد. اون تلاش کرد تا سیستمی رو توسعه بده که بتونه برق رو بدون نیاز به سیم و کابل انتقال بده. با توجه به ماهیت علمی و عقلانی علم، همیشه امکان وجود شواهد جدید و تحقیقات پیشرفته وجود داره که میتونه به نتایج و مفاهیم قبلی تکمیلی اضافه کنه. در نتیجه اگه شواهد مستقل و قابل تکراری برای ارتباط نیکولا تسلا با اهرام‌های مصر در آینده پیدا شه، میتونه نگرانی‌های موجود رو تسکین بده و به بررسی دقیق‌تر این ادعاها بپردازیم. به طور کلی علم بر اساس شواهد بنا میشه و هر گونه تغییر در ادراک علمی نیازمند شواهد مناسب و قابل تکرار هستش. به نظر شما این تئوری ها واقعیت دارن؟ نظرتون راجع به این تئوری ها چیه؟ خوشحال میشم تو کامنت ها بهم بگید.